امروز قراره تو این ویدیو تمام بازیکن‌های تیم ملی رو خریداری کنیم و با بازیکنایی که از تیم ملی خریداری کردیم به مساف سخت‌ترین حریفات داخل دیویژن بریم. پس تا آخر ویدیو همراه باشید. درود به برای بچه چنل یوتیوب، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو قراره تمام بازیکن‌های تیم ملی رو خریداری کردیم و قراره با این بازیکن‌ها بریم دیویژن بازی کنیم، ببینیم میتونیم با تیم ملی موفق بشیم تو دیویژن یا نه. و قبل از شروع ویدیو هم خیلی ممنون میشه این ویدیو رو لایک، کامنت و سابسکرایب کنین. یک تعدادی ذخیره هم گرفتم که در صورت نیاز ازشون استفاده کنیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، حریف اولمون رو پیدا کرد. دیویژن 2 این ترکیب ماه و اما ترکیب حریفمون که تیمش خیلی خوبه، با 4 تا حمله داره بازی میکنه. اینم ذخیرهاشه، خیلی تیم خوبی داره. بریم تو کارش. بازی رو شروع میکنیم با مهدی طارمی، پاس به روزبه چشمی، علیزاده، پاس به قائدی، طارمی، اینور جهانبخش، دوباره طارمی، سردار، طارمی، مهدی قائدی. چه گلی میزنه این بازیکن، چه گل تمیز و قشنگی زد. 1-0. یه ضربه سر اشتباه، جهانبخش وسط، قلیزاده، دوباره یه پاسکاری زیبا، توپ نمیرسه، طارمی. یعنی خود خری. روبرتو کارلوس پرتاب انجام میده، یه حرکت زیبا از نیمار و رامین رضاییان توپشو میگیره و توپ دور میشه. یه اشتباه، دوباره حالا فرصت برای طارمی برای گل دوم. تو وسط زمین گریزمان چه پاسی داد رونالدو، این بابا که تو به اوت زد، چیو نزد. دوباره یه همکاری زیبا، تو بالا این طرف میتونه به جهانبخش برسه، شوتش بزن، وای لعنت بهتون. این طرف مجید حسینی چه دفاعی داره میکنه، توپو میگیره، پاسش به سردار، اینور چشمی را میندازه، اینور جهانبخشو میتونه بکشه برای سانت، همین کارم انجام میده، میره زیر توق و اینور طارمی هدو میزنه، گل دوم میزنه طارمی. تموم میشه این بازی و نتیجه 2-0 بدون معطلی. بریم سراغ بازی بعد.
حریف بعدیمون دیویژن 3. این که ترکیب ماه. ترکیب حریفم خیلی ترکیب خوبی داره، ترکیبش خیلی خوبه، ترکیب قوی داره. اینجا مجبور شدیم برای اینکه ترکیب حریفمون خیلی ترکیب قوی بود یه سری وظایف به بازیکنمون بدیم. این طرف قلیزاده را میندازه آزمون و آزمون شوتشو میزنه میگیره. بزنین دیگه. اینور حریفمون میره اشتباهشو بکنه، روزبه چشمی پاسش به طارمی نمیرسه. اولیزاده پاسشو میده به جهانبخش. جهانبخش راه میندازه سردار آزمون. این شوتش که دیگه این بار گله. نایس. اینور مسی تو بهشون میرسونه به حالا یه پاس تو عمق برای امباپه و میزنه میگیره بیرانوند. حالا یه بار دیگه موج دوم حمله چشمی تو میگیره دور میکنه که نتونست. یه بار دیگه فودنی من فرصت داره. بیرانوند خیلی قشنگ تو میگیره. اینور دوباره یه همکاری زیبا. آزمون میتونه اینور را بیفته. شوتش اینور دوباره توپو گرفتن. یک پاس اشتباه. قلیزاده خودش میاد جبران میکنه. پاسش برای قائدی میزنه توپو میگیره دروازه‌بان. اینور یه اشتباه از حریف. آزمون اینور راه افتاده. پاسش به قائدی لگ خورد. لعنتی. اوه من کلن تو لگم. فقط توپو دورش کن فقط بره برای خودش که وای که اگه این توپ گل بشه. لگ خورد. وای که نه. کیرم تو این کشور، کیرم تو کس ننه مخابرات خار کسه. این نتی که داری میدی دست مردم با چت کس ننه. چیه این کس و شیر؟ اینور دوباره یک اشتباه از حریف. قائدی بزن دیگه طارمی. خب بچه این بازی هم 1-1 شد. لایک و کامنت ویدیو فراموش نشه. فعلا.